یک جنگی قرار گرفتیم که اونا با تمام قوا میخوان هم در داخل هم در خارج ما رو زمینگیر کنن. با جنگی که راه انداختن، با کشتاری که انجام دادن، با رفتار شنی و غیر انسانی که اسرائیل با پشتیبانی همین کشورهایی که دم از حقوق بشر و انسانیت میزنن تو منطقه دارن ایجاد میکنن. خداوکیلی برای کشتن من، حالا به حساب اونا قاتل، جاسوس، هر غلطی که میگن، باید زن و بچه رو بکشن، باید بیمارستان ها رو بمباران کنن، باید مدارس رو، باید مجامع عمومی رو بزنن برای که یه نفر رو میخوان ترور کنن، بعد اینجا بشینن دم از حقوق بشر بزنن. کدوم وجدان بیداری این رو از اینا میپذیره که یه چنین آدمایی دم از انسانیت، دم از دموکراسی، دم از حقوق بشر، دم از آزادی بزنن؟ حالا میگن اینا تروریستن. خود تو مرد تروریست رو بکش. تو میگی تروریسته، حالا میگی از سرزمین بیرونش کردن، خونه و کاشاناشو نابود کردن، بعد میگن آقا ما خونه کاشانمو برگردیم، میگن این تروریستن. حالا تروریستن، خب تروریست رو بکش. چرا زن و بچه رو میکشی؟ دارن میکشن، دنیا هم داره نگاهشون میکنه. وحشیانه ترین کارها رو دارن انجام میدن، بعد به دیگران میگن اینا تروریستن. ما با تروریستا داریم میجنگیم. تعداد آدمایی رو که اینا کشتن، تعداد ترورهایی که رسما آمریکا و دار و دستش تو منطقه انجام، عدد رقم رو در بیارید ببینید کدومیه که اینا با این کاری که برای دیگران تهمت میبندن قابل قیاسه. حالا من وارد اونجام نمیشم. ما رو در یه وضعیتی قرار دادن که نگذارن ما با همدیگه ایرانمان را و کشورمان را بسازیم و ما مصممیم که بسازیم. برای ساختنش بنده اعتقادم و باورم بر اینه، خب حرف منم نیست، حرفی است که از مولا علی در حکومت داری اعلام کرده. با خیلی از این عزیزانم که بحث میکنیم میگم چرا این حرفا رو گوش نمیدید؟ چرا عمل نمیکنید؟ ما در حال جنگیم، جنگی که این نامردا بر ما تحمیل دارن میکنن و روز به روز هم دارن بدتر میخوان بکنن. اما معتقدم شما میتونید به ما کمک بکنید. اگر ما راه رو بر شما باز کنیم، شما الان در میدان جنگید. جنگ موشک نی، جنگ اندیشه است، تولید، تجارت، صنعت و کاری که باید، بستری که ما باید آماده کنیم شما بتونید این راه رو راحت تر برید. و مصممیم، ما معتقدیم به هر شکلی ممکنه باید بستر رو برای شما آماده کنیم. البته هر مداخله شما بهتر از من میدونید یه تالیفاستایی داره. من بارها گفتم ما به عنوان پزشک وقتی عمل میکنیم، هر عملی میکنیم یه عوارضی هم داره، یه به اصطلاح درد و رنجی هم باید تحمل کنه. اینجوری نیست همینجوری ما بگیم این نسخه رو دادیم، این عمل رو کردیم، تو هیچ دردی نداری، همین که دادیم یه دفعه همه چیز خوب میشه. مداخلات اقتصادی ما، مداخلات ارزی ما، مداخلات مقررات و قوانین ما بالاخره یه سری عوارضی در یک گروهی و یه دسته ایجاد خواهد کرد. اون چی که دغدغه ماست و تلاش میکنیم اونا رو ببینیم و تو بحثامون هم گفتیم، گروه‌هایی هستند که ممکنه تصمیمات ما باعث بشه اینا بیفتن زیر خط فقر، نتونن زندگی بکنن و ما به عنوان حاکمیت موظفیم اونا رو ببینیم و سعی کنیم اگر عارضه‌ای پیش اومد نذاریم اونا زیاد صدمه ببینن.